مشاهده‌گر، راوی و دقیق. نزدیک شدن توامان به ذات و واقعیت طبیعت از مسیر زیست هر روزه با آن ویژگی قابل مشاهده در این بخش است. اگرچه جزئیات و حساسیت‌های فراوانی از بازتاب طبیعت در آثار این بخش وجود دارد، ولی از دیگر سو حضور و انتخاب هنرمند نیز به وضوح حس می شود. روشمندی و تجربه گری در حوزه کارماده از یک سو و اتکا به پشتوانه کلاسیک ساخت تصویر از سوی دیگر باعث می شود تا تصاویر این بخش به شفافترین حالت راوی طبیعت باشد. این بخش نزدیکی های حساس و باریکی با بخش پر جزئیات و کهن دارد.